محسن به نظر بردگی بهتره یا آزادی؟ من آزادی. قطعا آزادی. مطمئنی؟ بله. اصلا من همیشه میگم قطعی وجود نداره. آزادی. ماجرای فلسفی رو باید تعریف کنم از نو مارکسیستا. یکی از بزرگتریناشون و سردمداراشون هربرت مارکوزه است. مارکوزه میاد این سوال رو بیان میکنه، میگه به نظر شما آزادی بهتره یا بردگی؟ البته مخاطبش قشر متوسط و رو پایینه. قاعدتا جواب اکثریت مشخصه که میگن آزادی. آزادی خب خیلی بهتره، خیلی ما مطمئنیم که آزادی خوبه. مارکوزه میاد میگن به ما دروغ گفتن. شما میگن که شما تصور کنید که برده هستید و دوران بردگی، دوران تاریخ سفر کردید و رفتید دوران بردگی و برده. میگه وقتی شما برده اید دیگه دغدغه نان ندارید، دغدغه مسکن ندارید. شما صبح تا شب کار میکنید برای ارباب، اما میدونید شب غذاتون، سه وعده غذاتون تامینه، جا و مسکنتون تامینن، امنیت خودتون هم تامینه، امنیت و غذای زن و بچه‌تون هم تامینه. فقط شما کار میکنید. و میگه به شما دروغ گفتن که شلاق میزنن. اون داستان عموتومو که تعریف کردن ما رو نظام سرمایه‌داریه. میگن برده ارزش بوده. مثل همین الان که میبینید حیوانات واسه صاحبشون ارزشه. یک اسب دندونهاش هم اگر تمیز باشه ارزش اون اسب رو بیشتر میکنه. اون موقع هم اینجوری بوده، هرچی که اون برده سالم‌تر بود ارزش بیشتری داشت. پس تا اونجایی که میتونست ارباب بهش میرسید، هم به نیروش نیاز داشت، هم امکان داشت نیاز داشت اون رو بفروشه. میگفت ماجرا، میگفت اما اینجایی شروع میشه که انقلاب صنعتی شکل میگیره و دیگه نیاز به کارگر تقریبا مجانی داره نظام سرمایه داری. اون موقع نیاز داره که کشاورزها بردایی کشاورزی میکردن بیاره تو شهر 17-18 ساعت کار کنن، از پیرمرد 70-80 ساله بگیر تا کودک 7-8 ساله که تو فیلم‌های چارلی چاپلین دقیقاً میبینید تو نقد نظام سرمایه داری. میگفت اینجا بهشون گولشون زدن و بهشون گفتن ما شما رو آزاد میکنیم، دیگه برده نیستید و میتونید بیاید یه کار شرافتمندانه انجام بدید. اما چه کار شرافتمندانه؟ دیگه شما مسکنتون تامین نبود، تغذیه‌تون تامین نبود، امنیتتون تامین نبود. تو زمان بردگی هر کی به برده چپ نگاه میکرد میدونست با اربابش طرفه. اما الان تو یک جامعه‌ای که کاملا ناامنیه طرف هستید و میدونید صبح تا شب دیگه حالا باید کار کنید مثل دوران بردگی، اما دیگه هیچ کدوم از اون مؤلفه‌های شما امنیت، غذا و مسکن شما تامین نیست. آخرش هم سر ماه میمونید که آقا اجاره مسکن چی میشه، هزینه‌های روزمره چی میشه و امنیت ما چی میشه. مارکوزه این مسئله رو بیان میکنه، میگه حالا خودتون بگید بردگی که صبح تا شب کار میکردید اما اون سه مؤلفه تامین بود بهتره، یا الان که آزادید اما اون سه مؤلفه رو ندارید، صبح تا شب باید کار کنید؟ تو هر دو حالت شما باید صبح تا شب کار بکنید. حالا شما بگو محسن جان، به نظرت آزادی بهتره یا بردگی؟ اون چیزایی که با این دیدگاهی تو گفتی مجبورم انتخاب کنم گزینه بردگی. تو جفتشون صبح تا شب کار میکنی اما تو این تامین بود، سه تا مؤلفه غذا، مسکن و امنیت. این بعد تامین نیست، شما به حال خودتون رها شدید واسه صبح تا شب واسه نظام سرمایه‌داری کار میکنید. بعضی چیزا ما باید تأمل بکنیم. نه مدافع چیز نیستم، مدافع نئومارکسیستان نیستم و مدافع بردهداری هم نیستم. منتقد سرمایه‌داری بی‌بند و بار خشنم. سرمایه‌داری که الان می‌بینید کسی که بخواد کار بکنه میگن حداقل حقوق 14 میلیون 12 میلیونه و واقعا بیگاریه. یعنی روی بردهدارترین دوران تاریخ رو هم سفید کرده نظام سرمایه‌داری و متاسفانه نظر من اینه که کشور ما الان یک نظام سرمایه‌داری واقعا بی‌بندوبار و خشنه. با حداقل حقوق بیگاری میکشن. خب این حقوقی که شما میدید، آیا مسکن من اصلا واسه یک نفر، مسکن من، غذای من واسه یک ماه و امنیت من تامینه؟
من اگه برده بودم 3 تا تامین بود صبح شب کار می‌کردم. الان شما با 12 تومن می‌خواید من صبح شب کار کنم. امیدواریم درست بشه. برعکس اون چیزایی که بعضیا میگن سیستم ما یک مارکسیستیه، حداقل در ظاهر شاید مارکسیستی باشه، دولت دخالت بکنه در قیمت گذاری ها، اما در عمل در پشت پرده یک نظام لیبرالی وحشتناک، یعنی خود آمریکا با عنوان لیبرال این کشور هم اونجوری نیست. این دست‌های با غیرت بوسه بزنم، شاید مسئولین هم یک تکونی بخورن. ببینید این زنی که از خاکستر بلند شده، سرپرست خانواده، 3 تا بچه داره خدمت عرض کنم زندگیشو چقدر خوب راه میبره و امروز خبری داد به من، گفت تا ساعت 3 بعد از اون که اینجا هم، بعد کجا رفتم بگو؟ ساعت 3 که تعطیل میشم 4 تو رستوران ژینارم تا ساعت 1 شب اونجا غذا رو کل آشپزخونه دست خودمه و همه کاراشو خودم انجام میدم. آفرین، باریکلا. دقت کردید صبح ساعت چند میای؟ ساعت چند خواب بلند؟ 5 کلا از خواب پا میشم، خب 6 از خونه میام بیرون خب و 7 تو شرکتم. 7 تا شب تا ساعت 3. آره 3 رو از اینجا میرم 4 دقیقه توی رستوران تا 1 شب. تا 1 شب. این یعنی زندگیمو میسازم.